اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جای. این گلچین ها یک عالمه گل میچینند، اما حتی یکی از اونها در کف اونها قرار نمیگیره. همه خواهند رفت، اما تا دلت بخواد تیغ و خار میمانه. اصلا اونها رو کباب میکنه. در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جای. لذت ها، خوشی ها، کامیابی ها، کامجویی ها، شیرینی های زندگی، اینها میاند اما نمیمانند، خواهند رفت. ولی در ازا عوارض اونها، تبعات اونها، گرفتاری ها و تلخی های اونها، رنجش و آزار اونها یک عمر برای آدمی میمانه. در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جای. در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است. حافظ میگفت چقدر زیبا، چقدر لطیف. میگفت ببین، وارد چمن میشی، وارد باغ میشی، ورق هر گیاه، برگ هر درخت
یک دفتره، یک کتابه. یعنی یک عالمه با خودش حرف و حدیث و سخن به همراه داره. حرف و سخنهایی که حقیقتاً حال و هوای آدمی رو دیگرگون میکنه. حالا نهج البلاغه وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام حقیقتاً وصف چمن رو داره، وصف باغ رو داره. هر فرازی از این کتاب یک برگه و هر برگی یک دفتره، یک کتابه. یعنی دنیا با خودش حرف داره، حرف هایی که حقیقتاً حال و هوای آدمی رو دیگرگون میکنند. یکی از اون ورق ها، یکی از اون برگ ها این فراز بلند و پرمعناست: فطر الخلائق به قدرته. فطر از فطر یعنی شکافتن، همینطور فطر یعنی آفریدن. البته نه هر آفریدنی ابداعی، یعنی آفریدنی که بی سابقه باشه، بدون نمونه و بدون الگو باشه. فاطر هم که گفته میشه از همین ریشه است، یعنی شکافنده، یعنی آفریننده. فاطر السماوات والارض، خداوند آفریدگار آسمان ها و زمین است. یعنی ببین این آسمان ها، این زمین الگویی نداشتند، سابقه‌ای نداشتند، نمونه‌ای نداشتند که خداوند از روی اونها کپی زده باشه. نه، خدا فاطره، آفریننده است. البته خالق هم به معنای آفریننده و آفریدگار است، با این تفاوت که خالق الزاماً لازم نیست که حتما سابقه ای نداشته باشه، الگویی نداشته باشه. نه، خالق تصرف میکنه در خلق، یعنی چیزهایی آفریده شده، اما از دل اون آفریده ها یک آفرینش هایی صورت میده. مثلا گل هست، از گل خشت میسازه. سنگ هست، از سنگ مجسمه میسازه. رنگ هست، از رنگ نقش می آفرینه. یک آثار هنری خلق میکنه، میگیم فلانی خالق این اثر هنری است. خالق هست یعنی موادی بود موجود، از دل اونها چیز دیگری پدید آورد، حالت و هیئت و صورت و شکل جدیدی بخشید. اما فاطر نه، فاطر یعنی اون خالق، اون آفریننده‌ای که کاملا ابداع میکنه، یعنی از چیزی نمیسازه. درست بخوام به ذهن شما نزدیک کنم، کاری که شعبده بازها میکنن، یک استوانه‌ای به شما نشون میدن که دو طرفش نگاه میکنی هیچ داخلش نیست، حتی دستم فرو میکنه در میاره، هیچ نیست. میگذاره یه پارچه مخملین میاندازه روی اون، یک ادا و اصولی از خودش در میاره،
بعد پارچه رو کنار میزنه، یک کبوتر از دل اون استوانه در میاد. حالا شعبده بازها تردستی میکنن، یک فریب و نیرنگی به کار میبندن، چشم بندی میکنن، سرعت کار دارن، انسان متوجه نمیشه. اما خدا جدی همینطوره، یعنی از هیچ کبوتر میسازه، از هیچ ستاره و کهکشان میسازه. فاطر است. البته در این فاطر بودن شکافتن هم هست دیگه، در این آفرینش شکافتن هم هست، چون دانه رو میشکافه، از دل دانه ساقه و برگ بیرون میکشه. نطفه رو میشکافه و از دل نطفه انسان پدید میاره. فاطره یعنی شکافنده است، فاطره یعنی آفریننده است. فطر ال همگی جملگی تمامی. فطر آفرید، همه چی؟ خلائق جمع خلیقه. خلیقه به معنای مخلوق یعنی آفریده، خلائق یعنی آفریده ها، مخلوقات. فطر الخلائق، آفرید تمامی مخلوقات را. یعنی به وسیله. فطر الخلائق به قدرت نقطه مقابل اجبار. اینجور تعریف میکنن کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قدرت یعنی یک کننده کار به گونه ای باشه که اگر میلش کشید ایجاد کنه، میلش نکشید ایجاد نکنه. این میشه قدرت. میگیم فلانی قدرت داره به این معناست، یعنی دوست داشت کار رو انجام میده، دوستم نداشت انجام نمیده. به چون کسی میگیم قادر. فطر الخلائق، آفرید تمامی مخلوقات را، آفریده ها را به قدرته، به وسیله قدرتش. یعنی ببین، بدون یاری گرفتن از هیچ ابزارش تنها و تنها قدرتش بود، میلش بود، ارادهش بود، خواستش بود. همین، چون خواست آفرید. برخلاف یه خطاط قدرت خطاطی داره، میتونه یک خط بدیع و زیبایی رو بیافرینه، ولی این قدرت تنها کافی نیست. باید یک بومی باشه، یک کاغذ ابر و بادی باشه، قلمی باشه، دواتی باشه، لیقه‌ای باشه، مرکبی باشه، ابزارهایی نیاز داره. اما خدا نه. فطر الخلائق به قدرت، آفرید همه مخلوقات را با قدرتی که داشت. و این یعنی ببین، تو هم یکی از اون خلائق هستی یا یکی از اون مخلوقات هستی یا تو هم نیست بودی یا هست شدی. همون که مولانا میگفت ای هست ما از هست تو در 100,000 مرحبا. فطر الخلائق، آفرید مخلوقات را، یعنی کپی نزدا، ابداع. تو هم یکی از اونا هستی یا، یعنی ببین تو هم اصلی یا اصلی یا نسخه اصلی هستی یا منحصر به فرد هستی یا. مواظب باش، مراقب باش، گم نشی، از دست نری. خودت رو به دست هر کسی نسپار، خودت رو به او بسپار. فالله خیر حافظا، او بهترین نگاهبانان است. اگر عشقی است، اگر علاقه است، نثار او کن.
عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. او هم باقیه هم ساقیه، یعنی اگر خودت رو به او بسپاری هم نگهت میداره، هم مست و سرمستت میکنه. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. حالا جالبه از میان خلائق و مخلوقات و آفریده ها به 2 نمونه اشاره میکنه و بیا و سلیقه رو تماشا کن. یک نمونه از نرمترین و لطیفترین مخلوقات یاد میکنه که بادها باشند. یک نمونه هم از سختترین و خشنترین ها یاد میکنه که کوهها باشند. و از قضا این 2 یعنی بادها، کوهها، برای دوام و تداوم حیات تمامی مخلوقات نقش حیاتی دارند. و نشر الریاح برحمته. با حرف عطف. نشر از نشر یعنی منتشر کردن، یعنی پراکندن. نشر منتشر کرد، همه جملگیه. نشر الریاح، گاهی این الف و لام خوانده نمیشه، مثل همینجا نشر الریاح نمیگیم، نشر الریاح، پراکند. ریاح جمع ریح یعنی باد، ریاح یعنی بادها. و نشر الریاح، و پراکند، منتشر ساخت بادها را. خوش انصاف نگو باد میاد، باد که نمیاد، بادو میاره. کی میاره؟ اون میاره. نشر الریاح. و نشر الریاح به، و پراکند بادها را، منتشر ساخت بادها را. به خاطر چی؟ و نشر الریاح به رحمت یعنی بخشایش. منتشر ساخت بادها را به خاطر بخشایش. رحمتی بخشایشش، یعنی خواست به وسیله این بادها یک بخشش ها و کرامت هایی به بندگان خودش داشته باشه. ما سر سفره بادها هستیم. بادها دنیا موهبت و عطا با خودشون به همراه دارند. همین بادها هستند که این توده های 1000 تنی اسفنجی ابرها رو از بالای دریاها و اقیانوسها به حرکت در میارن بالای شهر و دیار من و شما. و وقتی هم که این ابرها بالای سر ما قرار گرفتن، باز دوباره یک بادهای گسیل میکنه از همه سو، از همه سمت، که این ابرها رو فشرده تر میکنن. و وقتی فشرده میشن شروع به بارش میکنن، درست مثل یک اسفنجی که درونش آب باشه، از هر طرف بهش فشار بدی شروع به فرو ریختن و باریدن میکنه. ابرها هم همینطورن. ابرها اگه حرکت میکنن به خاطر بادهاست، اگر میبارند به خاطر فشار بادهاست. این بادها خیلی قدرت دارن، خیلی قوی و نیرومندن. در یه جایی همین امیرالمومنین داره خیلی لطیف میگه ببین این کوها خیلی قوی هستن، اما از کوها قوی تر میدونید چیه؟ آهنه. چون آهنه که میتونه این کوها رو برش بده. از آهن قوی ترم داریم، میدونید چیه؟ آتشه که میتونه همین آهن رو ذوب کنه، آب کنه. از آتش قوی ترم داریم، میدونید چیه؟ آبه که میتونه آتش رو فرو بنشانه و خاموش کنه. بعد میگه از آب قوی ترم داریم،
باده که میتونه دنیا دریایی از آب که در قالب ابرها هست هل بده و حرکت بده و راه بیندازه. البته ادامه هم داره این روایت، میگه از باد قوی ترم داریم. میدونه چی؟ انسانه که میتونه این باد رو مسخر خودش کنه. بعد میگه از انسان قوی ترم داریم. میدونه چیه؟ خوابه. خواب بر انسان چیره میشه. خودت میگه خوابم برد. بعد میگه از خواب سخت ترم داریم، قوی ترم داریم. میدونی چیه؟ غم و اندوهه. آدم وقتی دوچاره غم و غصه و اندوهی میشه دیگه خوابش نمیبره. ببین توی عالم یه چیزهایی با همه لطافتی که دارن چه قدرتی دارن، مثل غم، مثل باد. همین بادها هستند که گردافشانی میکنند و به وسیله گردافشانی ها تلقیح و بارور میکنن گلها رو، گیاهان رو، درختان رو. در نتیجه ما دنیا ثمر و میوه داریم. این به برکت همین بادهاست. ببینید بود ما به همین بادها بنده. این بادها فوت خدا هستن، ما به فوت خدا بندیم. اگر همین بادها نبودن خب هوا جا به جا نمیشد، هوا تلطیف نمیشد، هوا تعدیل نمیشد، گرما و سرما تعادل پیدا نمیکرد. اگر همین بادها نبودن این ذرات معلق و ریزگردها در دل آسمان میموندن، فاصله نمیگرفتند و نفس ما رو میگرفتند. همین بادها هستند که امروز بهترین، سالمترین و پاکترین منبع انرژی هستند. از اینها به انرژی سبز تعبیر میکنن. حالا انسان متوجه میشه که چرا امیرالمومنین از میان اون همه مخلوق و آفریده انگشت تأکید روی بادها میگذاره. و وتد به صخور به میدان عرضه. باز واو حرف عطف. وتد از توتید از وتد یعنی ثابت کردن، ثبات بخشیدن، قرار و آرام دادن. به میخ هم که وتد گفته میشه چون عامل ثباته. ساعت رو دیوار ثابت نگه میداره، تابلو رو روی دیوار ثابت نگه میداره. و وتد و ثبات بخشید به یعنی به وسیله. و وتد بل یعنی همه جملگی، منتها در اینجا خونده نمیشه. وتد به صخور. صخور جمع صخره. صخره به اون قطع سنگ های بزرگ و پرصلابت گفته میشه که یک مصداقش هم میتونه کوها باشه دیگه. کوها قطع سنگ های خیلی بزرگن، بنابراین صخور در اینجا یعنی کوها. و وتد به صخور میدان یعنی لرزیدن، جنبیدن، مضطرب بودن، مرتعش بودن. میدان ارض یعنی زمین. میدان عرضه اینها هم برمیگرده به خداوند، زمینی که او آفرید. و وتد بالصخور میدان عرضه. ما پیش از این یک تعبیر و ترکیبی داشتیم، بعد الحمم، یادتونه؟
و در اونجا من نکات بسیار ظریف و دقیقی عرض کردم در زبان فارسی همت که به معنای اراده آهنین و عزم پولادین هست، ما با کلماتی مثل بالا، مثل بلند توصیف میکنیم، میگیم فلانی همتش بالاست، همتش بلنده. عرب ها با واژه بعید یعنی دور توصیف میکنند، میگن فلانون بعید، همته بعید، همته بعیده، همتش بلند. حالا اگر بخوان همین رو اغراق کنند، مبالغه کنند، شدت و حدتی بهش بدن، بگن فلانی خیلی همتش بلنده، جا به جا میکنن، میگن فلانون بعیدون همتو. درست. حالا اگر همین رو بخوان باز اغراق و مبالغه کنن، بگن خیلی خیلی همتش بلنده، این بعید رو بر میدارن، به جاش مصدر میگذارن، بعد میگذارن، میگن فلانون بعد الهمه. حالا میدان ارضه دقیقاً یک چنین ترکیبی است. ببینید در حقیقت چنین بوده و وتد بالصخور ارضه المائده. مائده از میدان، میدان یعنی لرزیدن، مائده یعنی لرزان. وتد